در تظاهرات برلین مردم حمایت‌های سیاسی و نظامی دولت آلمان را از رژیم صهیونیستی محکوم کردند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد آلمان، دولت این کشور مجوزهای صدور سلاح به اسرائیل را به 10 برابر بیشتر از سال گذشته افزایش داده. متاسفانه آلمان در سمت نادرستی قرار گرفته. از ابتدا که این نسل‌کشی اتفاق افتاد، آلمان از اسرائیل حمایت کرد. این ننگ بزرگی برای این کشور و عملی غیر انسانیه. در حالی که نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد و آمار شهدا 25,000 نفر اعلام شده، رسانه‌ها می‌گویند دولت آلمان ارسال گلوله‌های تانک به اسرائیل را هم در دستور کار دارد. آلمان بی‌طرف نیست و در جنگ ویرانگر علیه غزه با دادن سلاح، حمایت از اسرائیل و مخالفت با شکایت به دادگاه لاهه در این جنگ مشارکت داره. طرح شکایت از رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی لاهه که با شکایت آفریقای جنوبی اتفاق افتاد، مورد حمایت مردم قرار گرفته و آنها خواستار پیگیری این شکایاتند. کشاندن اسرائیل به میز محاکمه باید اتفاق میافتاد. ما در دادگاه لاهه دیدیم که وکیل ایلنی گفت به روشنی شاهد نسل‌کشی هستیم. دولت آلمان با طرح شکایت از اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی بابت نسل‌کشی مخالف است و حالا اعلام کرده در دادگاه هم در کنار رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد و از او دفاع خواهد کرد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.